Smishing, wishing, fishing. وقتی این کلمه ها رو با پدرم خوندم، اون کس فکر کردن که من کسی رو دشنام میدهم، ولی در اصل اینها معمولترین دامهای قلابان اینترنتی هستند. سلام علیکم دوستان. امروز درباره اون که چگونه خود رو از دام قلابان رقمی حفظ کردن ممکن است حرف خواهیم زد. رفتیم. فیشینگ یعنی چی؟ وقتی از نام بانک با درخواست تصدیق معلومات‌هایتان نامه دریافت میکنید، ولی پیوند ارسال شده شما را به کدام یک سامانه تقلبی میبرد. چی باید کرد؟ سراغ به نام سامانه را بسنجید. به هیچ وجه گذرواژه خود را به پیوندهایی که برایتان ارسال شده است وارد نکنید. سمیشینگ همون فیشینگ است، تنها توسط پیامک یا SMS. هدف اصلی این است که شما پیوند ارسال شده را باز کنید یا برنامه‌های ضررآور را بارگیری نمایید. در این حالت چی باید کرد؟ پیوندهای شبهه‌ناک را که توسط SMS رسیده است باز نکنید. به رقم‌های رسمی بانک حتما زنگ بزنید. باز ویشینگ هست. ویشینگ وقتی به شما تماس میگیرند و خود را کارمند بانک معرفی میکنند. در این حالت چی باید کرد؟ هرگز رمز، گذرواژه یا رقم کارت خود را با تلفن به کسی نگویید. زود صحبت را قطع نموده توسط رقم‌های رسمی به بانک تماس بگیرید. خلاصه اینترنت خوب و راحت است، به شرطی که شما زیرکی را از دست ندهید. پیوندها، تماس‌ها و پیامک‌های تقلبی می‌توانند تنها آغاز مشکل‌های بزرگ باشند. بنابراین قاعده‌های بی‌خطری را همیشه در خاطر داشته باشید. یکم، پیوندهای شبهه‌ناک را باز نکنید. دوم، سامانه‌ها و رقم‌های تلفن‌ها را بسنجید. و سوم، معلومات شخصی خود را هیچگاه به افراد ناشناس ندهید. بخواهید مهارت‌های خود را بسنجید، به صفحه‌های ما ابونه شوید و در بازی سواد رسانه‌ای کلیور اشتراک کنید.